بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. امروز روز پنجشنبه 28 ماه بهمن سال 1395 و 18 جمادی الاولای سال 1438 هجری قمری است. برای مجلس ختم خودم مطالبی رو تهیه کردم که قرائت بکنم، بگم، شاید در مجلس من مایه عبرت کسی بشود و انشالله بهره هم من بگیرم. بنابراین از این لحظه به بعد من اون مطالب رو مطرح میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. قبل از هر چیز خدمت شما عزیزان حاضر در این مجلس پس از عرض سلام از حضور گرامیتون تشکر میکنم و از اظهار همدردی نسبت به بازماندگان و تسلیت به آنها سپاسگزاری می نمایم. این صدای کسی است که الان در زیر خاک و در تنهایی و تاریکی جوابگوی اعمال و رفتار یک عمر زندگی تلخ و شیرین است و البته این شرایطی است که نوبتش به همه خواهد رسید. لذا جا دارد اهل خرد اندیشه کنند و عبرت بگیرند. قرآن کریم در آیه 16 سوره حدید می‌فرماید الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نرسیده کسانی که ایمان آوردند قلوبشان به یاد خدا و آنچه که از ناحیه حق نازل شده خشوع پیدا کنه؟ چرا پروردگار؟ وقت آن رسیده. توجه رو نباید به تأخیر انداخت. البته دستم خالی است، پشتم سنگین است. از خالی بودن دستم در برابر کریمی که همه چیز متعلق به اوست آنقدر نگران نیستم که از سنگینی پشتم از گناهان نگرانم. این شعر امیرالمؤمنین علیه السلام که روی کفن سلمان رحمت الله علیه نوشته بود مایه امیدی است. وفدت علی الکریم و غیر زاد من الحسنات و قلب السلیمی فحمل الزاد عقبه کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. اگرچه من شایسته نیستم، اما به مصداق انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال نکته هایی رو از آیات و روایات و سخنان اهل معرفت که به نظرم میرسد خدمتتون عرضه می‌دارم. شاید مفید فایده‌ای باشد و از اینکه توجه به آن بکنید و مایه عبرتی بشود شاید برای این بنده روسیاه خدا هم در زیر خاک مایه رحمت تازه‌ای شود. اول اشاره کنم که فلسفه برگزاری مجالس ختم در درجه اول عبرتگیری برای زندگان است
و بعد از آن تسلیت به بازماندگان. و اگر میت شایستگی داشته باشد، تکریمی در حد استحقاق و شایستگی او. در همینجا من از مداحان عزیز و سخنرانان محترم تقاضا می کنم در این گونه مجالس به جای خواندن اشعاری که بیش از اونی که مایه عبرت بشه شباهت به آوازخوانی داره، خودداری کنند، قرآن بخوانند، در سخنرانی ها آنچه مایه عبرت است به اونها بیشتر بپردازند و کمتر به مواردی که شاید میت شایستگی اون رو نداشته باشه. به هر حال از این سخن بگذرم، سخنان مایه عبرت رو، سخنان مایه توجه رو، اونها رو مطرح کنم. اول من یک حدیثی از حضرت امام امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کنم که فرمود: رحم الله امرأ اعد لنفسه و استعد لرمسه علم من عین فی عین الی عین. خدا رحمت کند اون شخصی را که برای نفس خودش پیش بینی میکنه، آماده مرگ، میدانه از کجا آمده، الان در کجاست و به کجا میره. در قرآن کریم در سوره یاسین آیه 12 آیه تکان دهنده است. آیه است که ناظر بر فقط اعمال نیست بلکه آثار اعمال هم هست. خب در قیامت اعمال شکل میگیرند، خود عمل ظاهر میشه، ولی اونی که در این آیه علاوه بر این مطلب مورد توجهه آثار اعماله. آیه اینه: انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. ما مردگان رو زنده میکنیم، اون چرا که پیش فرستادند و آثار اعمالشون رو مینویسیم و همه چیز رو در دیوان پردازش الهی پردازش میکنیم. یعنی اگر کاری صورت بگیرد که آثاری بر اون در جامعه مترتب باشه، فقط اون کار نیست که مد نظر قرار میگیره، آثار اعمال هم همینطور. بارها اتفاق میفته با افرادی رفتار ناشایسته و بدی میشه و این شخص در شرایطی شاید نباشه که بتونه از خودش اون حالت عصبانیت و ناراحتی رو برطرف کنه، بعد برود در خانه و با خانواده خودش دچار مشکل بشه. در این صورت آیا نمی شود گفت که این مشکلاتی که در این خانواده پیدا شده بخشیش لااقل ریشه در اون عصبانی کردن این انسان و ستم به او داره؟ لذا باید خیلی مراقب بود، هم مراقب عمل و بالاتر از این فکر کرد به نتایج اعمال، آثار اعمال. در سوره مبارکه کهف آیه 49 آیه تکان دهنده دیگری است: و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. در قیامت کتاب اعمال گذاشته میشه، مجرمین رو میبینی که میترسند از اون چه که در این کتابه و میگویند که وای بر ما، این چه کتابی است که هیچ کوچک و بزرگی رو
رها نکرده، هیچ مطلب کوچک یا بزرگی رو از قلم نینداخته، مگر اینکه اون رو به محاسبه آورده و لذا در اون موقع آنچه که عمل کرده اند حاضر میبینند. خدا هم به کسی ستم نمیکنه. بزرگواران، حالا که زیر خاکم، راحت تر میتوانم مطالبی رو تذکر بدهم که شائبه منفعت طلبی و جلب رضای کسی در میان نباشد. یادم میاد در زمان رژیم گذشته روزنامه نویسی بود، مثل بقیه روزنامه ها روزنامهش مشهون از مدح و ثنای طاغوت بود و اربابان طاغوت. این روزنامه نگار بیمار شد، رفت در یک قدمی مرگ در بیمارستان، آخرین مقاله رو نوشت. به گونه‌ای نوشت که این آخرین مقاله در حقیقت به همه اعلام میکرد که اون چی که الان می نویسم مد نظر است، به اون گذشته ها نگاه نکنید. حالا بنده هم که در زیر خاکم، البته این صدا قبل از رفتن زیر خاک ضبط شده، راحت تر می توانم تذکراتی بدم. تذکر مهم اول من، تذکر بسیار مهم اول من، پاسداری از انقلاب شکوهمند اسلامی است که میراث خون بهترین فرزندان اسلام است. ما در قبل از انقلاب، در جریان پیروزی انقلاب، در جریان دفاع مقدس و حتی بعد از آن شاهد جانفشانی های بهترین فرزندان اسلام بودیم. مبادا به خاطر بعضی حرف ها، به خاطر بعضی از تلقین های ماهواره ها، شیاطین نسبت به انقلاب، نسبت به اصل انقلاب بدبین بشیم و بی‌اعتنا. از این انقلاب باید مراقبت کرد. امیرالمومنین فرمود که حق و باطل با معیار شخصیت افراد شناخته نمیشه. ان الحق و الباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله. تو حق رو بشناس، وقت میبینی که تو مسیر حقه. بعضیا بودن در گذشته در مسیر حق بودن، بعد در مسیر باطل قرار گرفتن. بعضی در مسیر باطل بودن، در مسیر حق قرار گرفتن. پس معیار حق و باطل رفتار بعضی آدم‌های سودجو و امثال اینها نیست که اینو ما به پای انقلاب بنویسیم. خدا رحمت کنه شهید دکتر محمد علی فیاضبخش رو در بالای سرش تو دفتر کارش نوشته بود که برادر عزیز، نامناسب بودن رفتار منو به حساب انقلاب ننویس، به حساب خودم بنویس. نکته دیگری که برای اون هم به شدت اصرار دارم، دست از حمایت رهبر بر ندارید. دست از حمایت این سید جلیل القدر، این سلاله پیغمبر، این مایه آرامش کشور، مایه قدرت و سرفرازی این کشور بر ندارید. برای این موضوع هم توصیه این است که به حرفهای باطل عده دیگری گوش نکنید. خب این یه توصیه کلی بود. یه توصیه شخصی هم بکنم. مرگ حق. امروز من زیر خاکم، فردا نوبت دیگری است. اگه تا به حال وصیت نکردید وصیت کنید. وصیت عمر رو کم نمیکنه، بلکه در روایات داره عمر رو هم زیاد میکنه. شاید هم به این دلیل که انسان برنامه ریزی برای زندگی خودش میکنه، نظم میده به زندگیش. البته در مال اگر وصیت میکنید
در بیش از 1/3 مال نمیتوانید وصیت بکنید، ولی وصیت اخلاقی، وصیت اجتماعی، سخنانی که فرزندان و دیگران ممکنه در زمان حیات ما گوش نکرده باشند، توجه نکرده باشند، بعد در قالب وصیت توجه بکنند و بهره بگیرند و از این بهره گیری ما هم که وصیت میکنیم بی بهره نباشیم. عزیزانی که دوست دارن زندگیشون به شهادت ختم بشه، بر اساس اون روایتی که در کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق هست، خواندن سوره کهف در شبهای جمعه این فرصت رو فراهم میکنه. البته شاید یه شایستگی ها و یک در واقع خلوص و اخلاصی هم برای این قضیه لازم باشه. توصیه میکنم زیارت عاشورا رو اگر میتوانید هر روز بخوانید، نمیتوانید زیارت وارث، نمیتوانید یه سلام در واقع حساب شده‌ای به وجود مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و این رو هم بدانید که هم خدمت کردن به امام حسین، هم عرض ادب به آستان او و سرسپردن به کسی که همه چیز را در راه خدا داده و خدا هم همه چیز رو در اختیار او قرار داده، فواید زیادی برای زندگی دنیا و آخرت ما داره. برادران و خواهران محترم، در روایات هست که مؤمن قلیل المعونه و کثیر المعونه است، کم خرجه اما فایده زیاد داره. اهل اسراف، تبذیر، چشم هم چشمی نیست. مؤمن برادر شیطان نیست. مؤمن مورد غضبش پروردگار نباید باشه. ان المسرفین هم اصحاب النار، ان الله لا يحب المسرفین، ان المبذرین هم اخوان الشیاطین. و اینا واقعیت است. اگر ما به جای یک آنزیمی که مثلا در ساختن یک سیب نقشی داشته می بودیم، هرگز این سیب به اصطلاح قابل استفاده رو دور نمینداختیم. حالا چه برسد که میلیون ها فعل و انفعال اتفاق میفته تا یه ماده غذایی شکل بگیره، مورد استفاده قرار بگیره. اسراف چهره بسیار کریهه، بسیار زشته. همچنان که چشم هم چشمی کردن ها و در واقع هزینه های بیجا کردن، اون هم بسیار زشته. پیشنهاد میکنم هر روز تو برنامه زندگیتون استغفار داشته باشید، حالا با ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه یا همان با خدا استغفار کردن و طلب مغفرت و بخشش کردن، برای اینکه ما لحظه لحظه در مسیر گناه هستیم، دانسته یا نادانسته. پیشنهاد مشخص دیگر من که تقاضا میکنم به این توجه کنید این است: شبانه روز 1440 دقیقه است. ممکن است انسان 1439 دقیقه اون رو به گونه‌ای بگذراند. 1 دقیقه رو بگذارید برای حسابرسی. لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. ظاهرا این حدیث از حضرت موسی بن جعفر علیه السلامه. این 1 دقیقه میتواند خیلی فواید داشته باشد که انسان رو بیدار کنه، انسان رو به مسیر صحیح بازگردانه. بزرگواران، در رابطه با مردم خود رو به جای اونها قرار بدید، چون نشانه ایمان یکیش همینه که مؤمن دیگری رو به جای خودش قرار میده، بعد تصمیم میگیره برای چگونگی رفتار با اون. ما یکون مؤمن مؤمنا
حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. به خواهران محترم یه تذکر ویژه دارم راجع به حجاب. چه شده که در سالهای اخیر کسانی که در گذشته مویشان را نامحرم نمیدید الان به گونه دیگری پیدا شدن؟ حکم خدا عوض شده، عذاب خدا برای چنین افرادی صحیح نبوده، وحی تازه‌ای نازل شده، یا نه همین مسائلی که اشاره کردم، دشمنان در ماهواره ها و افراد دیگر در همین حرف های نیشدار و هم میزنند سبب این مشکل شده؟ به خدا قسم حجاب حکم خداست. بازخواست خواهیم شد راجع به این مسئله، جواب نخواهیم داشت، برای اینکه میدانیم به خصوص بعد از انقلاب خیلی از مطالب روشن شده. الان کسی نیست که نداند این حکم الهی است، کسی نیست که نداند بدحجابی مایه فساد تو جامعه است، کسی نیست که نداند این گونه رفتار کردن، الگو برای دیگران درست کردن در واقع مشارکت و سنت هست، سیئه گذاشتن و دیگران رو هم به این راه کشیدن است. لذا تقاضا میکنم به خاطر خدا و به خاطر آسایش آینده خودتان حجاب رعایت کنید. سخت نیست. سرزنش کنندگان رو اعتنا نکنید. یک مطلب مهم دیگر، مواظب حق الناس باشید. وقتی که من اون آیه کریمه سوره یاسین رو خواندم، انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین، آثار اعمال یه بخش مهمش به حق الناس برمیگرده. این حق الناس ممکنه از یه دود ماشین شروع بشه، بوق بیجا زدن و ترسوندن یه آدم و سر و صدای در شرایط نامناسب ایجاد کردن برای دیگران شروع بشه، تا لطمه به مال و سلامت و آبرو و حیثیت مردم. راجع به نماز باید مقید بود. نمازهای نخونده رو باید خوند. حسابرسی سخت است. گاهی میشه حتی از فرزندان خواست که عزیزان من، اگر شما نماز نخونده داشته باشید، حالا نماز غلط خونده یا نمازی که آدابش رعایت نشده و حسابش جداست، نماز نخونده داشته باشید، نماز عمدن نخونده داشته باشید، سر قبر ما حاضر نشید، برید اول اونا رو بخونید، حسابتون رو با خدا صاف بکنید، بعد بیاد. لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاه. تازه اون من استخف بالصلاه یعنی نماز سبک بشمره، یعنی نخونده باشه که اون دیگه جای دیگری داره، عذاب و گرفتاری های خاص خودشو داره. یه نکته هم بگم. من البته کتابی رو نوشته بودم تحت عنوان آوای رحیل. تعدادی رم قبل از فوتم آماده کردم که اگر بشود در مجلس ختم من توضیح بشه. احتمالاً کمه، ولی نکته هایی در اون کتاب آمده در مورد سفر بدون بازگشت. اگر در دسترس بود شما عبرت بگیرید. من نتوانستم استفاده کنم. من گفتم شما بخوانید و استفاده کنید. در اون کتاب هست اگر که مؤمن وصیت نکرده باید وصیتش رو فوری بکنه. امام صادق فرمود که در باب وصیت باید در دسترس باشه،
اصطلاحی که به کار بردن اینه که زیر سر میت شخص باشه. سزاوار نیست مؤمن مسلمان شبی رو به صبح برسانه مگر اینکه وصیتش زیر سرش باشه. زیر سرش باشه یعنی در دسترسش باشه. در همین کتاب یه اشاره‌ای هم کردم که این شاید پربرکت باشد برای بسیاری از افراد زنده و تا حدودی برای مردگان. امام صادق علیه السلام فرمود من عمل من المسلمین ان میت عملا صالحا از عفا الله له اجره و نفع الله به المیت. اگر یه کسی از مسلمان ها از ناحیه یک میتی یه عمل صالحی انجام بده، هدیه کنه به او، خدا ثواب اون عملو چندین برابر میکنه به این زنده میده، اون میت رو هم از اون بهره مند میکنه. لذا ببینید چقدر میشه کارهای خیر برای مردگان کرد که چندین برابرش به خود ما برگرده. خب حالا من این رو گفتم، خواستم تقاضا بکنم اگر یادی از من کردید یه طلب مغفرتی برای من بکنید، ساده. بیشتر خواستید سبحان اللهی بگید، لا اله الا اللهی بگید، صلواتی بفرستید. اگر حالا فرصتی شد فاتحه‌ای، نشد هیچ. تقاضا دارم مرا حلال بکنید، از دیگران هم برای من حلالی بطلبید. قرآن فرمود فلیعفو ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم. باید ببخشند، باید در بگذرند. آیا دوست ندارید خدا شما رو ببخشه؟ لذا تقاضا کردم از همه دوستان، آشنایان، همسایگان، همکاران، افرادی که به شکل دیگری با اینها ارتباطی داشتیم، اگر می شود مرا ببخشند و من هم تقاضای مغفرت و رحمت برای همه اونها می کنم. من همه کسانی رو که به گردن من حقی دارند، اگر حقی دارند، در پیشگاه خدا میبخشم، مگر چند دسته و طایفه رو. یکی اونا که با انقلاب دشمنی میکنن، اینا رو من نمیبخشم. اگر به گردن من حق دارن، برن اینا حساب خودشون رو با خدا و امام خمینی و دیگران صاف بکنن. من دیگه اینو نمیتونم، دخالت نمیکنم. یکم اونهایی که دشمنی با اهل بیت و راه و منش اینها دارن، مثل این افراد کثیف وهابی و این تفکرهای افراطی، چون من از اینها صدماتی هم دیدم. نه اینا رو واگذار میکنم، خدا خودش هر جوری میدونه، امام زمان هر جوری که صلاح میدونه رفتار کنه. من نه، من در این دو مورد برای خودم این حق قائلم که این دو گروه رو اگر به گردن من حقی داشته باشند و من بایستی برای اون حق، مثلا فرض بفرمایید مطالبه در پیشگاه پروردگار تظلمی بکنم، یعنی یک حقی برای من باشد تظلمی بکنم، این تظلم باقی میمونه، واگذار میشه به اینا. ولی بقیه رو، افراد دیگر رو، اگر من حقی دارم از اون در میگذرم. خب منو ببخشید، حلالم کنید و بازم تشکر میکنم از اینکه تو مجلس ختم من شرکت کردید. باز تشکر میکنم از اینکه این عرایض منو شنیدید با همه الکنی و کاستی ها در سخن و انشالله عبرت بگیرید. خدا شما را هم ببخشد و در مسیر رضای خودش موفق بدارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.